ندای الله برای انسانیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، از صبر و نماز یاری بجویید، به درستی که الله با صبر کنندگان است. سوره بقره آیه 153. راهنمایی های این آیه کریمه. این دومین خطاب الله بزرگ بر مؤمنان در سوره بقره می باشد. الله مؤمنان را در این آیت به صبر و نماز امر می نماید. عالمان صبر را به 3 قسم جدا کردند. صبر نمودن بر طاعت و عبادت، مثل صبر بر نماز، روزه، حج و امثال اینها. دوم، صبر نمودن بر دوری جستن از گناه، مثل صبر بر دوری از زنا، ربا، دروغ و غیره. سوم، صبر نمودن بر بلا و مصیبت ها. وقتی که مؤمن در طاعت و عبادت مصیبت و مشکلی و ابتلا و امتحانش از الله طلب توفیق و یاری و مدد می کند، بداند که الله با اوست، زیرا این وعده الله هست. یعنی یقینا در این حالتها بهترین یاری دهنده و نصرت دهنده الله بزرگ است. نماز باشد چی نمازهای فرضی، سنتهای روابط، استخاره و دیگر نمودهای آن برای مؤمن هم در وقت خوشحالی و هم در وقت دشواری بهترین سلاحند. پس ای برادر و خواهر مؤمن، فراموش مکن که الله بزرگ ما را به صبر و نماز امر کرده است و بازگشت ما به سوی اوست.